سلام دوستان عزیز، در امروز برایتان یک موتر را در معرفی گرفتیم که خاصاً برای کشور افغانستان و ولایت‌های کوهستانی افغانستان جور شده. او موتر از کمپانی جیپ گلیدیتورز یا هم جیپ روبیکان که شاسی بلند موتری است که به رنگ سیاه او موتر فول آپشن دارای ویل کپ های سیاه. بیاین که برایتان داخلش معرفی کنیم. داخل موتر اشترینگ بسیار نرم و آسوده او سویچ بولت مکمل فول آپشن سیاه و سیستم اندروید تلویزیون فعال و سیستم گرم کن سیت گرم کن مکمل فعال. گیربکسش اتومات و فول کمکدار. در کمکدار فول کمکدار یعنی بسیار قوی برای جاده هایی که ناهموار باشد. بیاین که در سیت پشت سرش براتون معرفی کنیم. دوستان عزیز، سیت پشت سرش هم که است جای بسیار آزاد داره و میتونین که شما 3 نفر با بسیار براحتی درش بشینین و میشه که از این چارجر وایرلس هم استفاده کنین و بسیار یک لاسپیکر JBL بسیار فعال داره. دوستان عزیز، پشت سر از ما براتون معرفی میکنیم که پشت سرش که است بسیار جای بسیار کلان داره که یک تایر اشتپنی میشه که در اینجا جای به جای کنین و در ساحاتی که مثلا برای سفر دوردست میرویم سامانالات خود جای به جای کنیم بسیار ساحه بسیار کلان دارد. دوستان عزیز، موتر جیپ گلیدیتورز مدل 2021 به رنگ سیاه فول آپشن مکمل دبل ایکو شاسی بلند موتری است که برای جاده های افغانستان خاصاً ساخته شده. دوستان عزیز، چراغ‌های LED که برای روشنایی مکمل استفاده می شود موتری است که برای ساحات ناهموار افغانستان ساخته شده، خاص برای افغانستان ساخته شده. روبیکان. خب دوستان نهایت عزیز، این موتر مرا خوشم آمده. این موتر قیمت بسیار مناسب داره. قیمتش است $36,000 که شما این را می توانید از اپلیکیشن وطن ویلز به دست بیاورید و این موتر شاسی بلند فول آپشن مدل 2021 جیپ گلیدیتورز که خاصاً برای ولایت های افغانستان خاص ساخته شده است.